این فیلم است که حتما اشک را از چشم بیرون می سازد. قسمت تقدیم از استودیوی سیمو پروداکشن. قسمت زندگی تلخ و شیرین، برخورد نیکی و بدی، مردی و نامردی، زشتی و زیبایی. قسمت سرگذشت پرفاجعه، اما آخرش چیست؟ عاقبت کی غالب می آید؟ آخرا چی خواهد شد؟ حتما که تماشا کنید. قسمت سلسله فیلم بهترین دنیا، مواد اصل در استودیوی سیمو پروداکشن. تلفن برای تماس 93 462 99 22 93 462 99 33. قسمت دیدنی ترین فیلم. سیمو پروداکشن تقدیم میکند. हाँ जनाब, किरा इंतजारी? اپا جان خیرت که آمدی. خریب کفیده بودمه. مرا هم فهم. آخر در همین گرمی درس میخونم. این را خودت خواستی. من هیچگاه مثل تو لیسه می درایم گفته تعطیل تابستانه را از دست ندادم. ای خیر این گپ ها رو مان. بگو که پولهایت همراهت؟ ها در کیسه. انا آفرین به تو. حاضر اول به پدرم زنگ زده او را باید راضی کنونیم. اگر بگاه بر وقت نآید همه کارها برباد می روند. رفتیم. خوش کارها چطور؟ کم موند. فردا سحر شاید می سپارم. خدا نگاه دارد. این دلیل ها موشکیت ها میبرین. هرچی تیزتر سپار خلاص شو. فردا رکلام سر می شود. بعد در بالا میمونیم. میدونم. آیا سرخط رکلام رو دیدی؟ آنها یک جمعیت دیگر تشکیل کردند. گویا از حساب مردم و دولت. اما این جمعیتشون مخالف هم مردم و هم دولت. روزنامه‌نگار آرهن چلیک درباره جمعیت چیزهای نامعلوم نوشته است.
از روز دوشنبه احتمال در روزنامه ها. بسیار خوب. بسیار زحمت کشیدی اما میبینی چون خبرها که پخش شدند یک تکانی جدی میشود. آقای نجمی، آیا درک کرده اید که یک کاری خطرناکی را کرده ایستاده اید؟ یعنی رگ‌های یک چند کس را میفشاریم. میدونم اما تو که یاردمچی‌هایت رو روپوش کرده همه چیز رو به نظر گرفتی، تو را تنها نمیگذارم. ها، با امنیت هم صحبت کردم. خبرها که پخش شد برای هر دویمون محافظان جدا میکنم. پدر جان سلام دخترم، چه خیال تو؟ خوب هستم پدر جان. وای پرسیدنی بودم ساعت چند به خانه می آید؟ نمیدونم دخترم، بخیر است؟ امروز کمی بروقتر می اومدید. اقلان تا خوراکشم رسیده بیایید. خدایا چی گپ است دخترم؟ هیچ گپ نه پدر جان، فقط یک جای خوراک خوریم گفتم. اگر با سفارش خوراک میخوریم گوی الان چیزی گفتن نمیتونم، کارم بسیار. کوشش کنید. میلش. البته پدر جان بیایید. خدا خواهد با خوراک شام رسیده می آیم، اما بعد کار دارم. آخر کار کردنم لازم عزیزم. پدر جان دیر ساعت 8 در خانه می شوید. اکنون با شوخی کردن سر کردم. پدر جان ما شما رو یاد کردیم. میلش گفته ای شما قریب بیایی شما می آیم. پدر جانی من اینجا چی سیری هست؟ هیچ بگو و میخوریم. و میخوریم دخترم. میلش پدر جان. خبر میدیم. و فکرت پدرم فهمید؟ کمتر شبهه کرد. از سرکاری روزی خانه دار شویشان رو فراموش کرده است. این خیل باشد بگاه حیران می شود. حیران می شود. کنی رفتیم کارهایمان بسیار است. پولهای میده جویده را جدا میکنیم. انا اینقدر باقی میموند. به هر حال به شیرینی میرسد. دختری کلان شدی و حالا هم شیرینی را میخری. اگر تو خودت آن را میپختی پولش در کیسه میمون. هیچ باوری ندارم که در کیسه ات ماند. یا رسمی یگان فوتبال باز را میخری یا تپانچه 1000 متر را. نمیخریدم. خیر کنی رفتیم. باز دیر نشود راه گرد. سردارم آران چلیگین بگاه در خانهش می شده است. تهدیدهای پیشکی را به نظر نگرفته باز نیستاد. این بگاه به این کار خاتمه می دهیم. امر کنید جنابم. برای آن موادهایی که با ما علاقمند است فقط کارگری در مطبوعات بوده اما نظارتی در کاری را انجام دهد. نیش کنید. خوب شده است جنابم. کار را طور انجام دهید که به دیگران در شود. بسیار زیبا شده است. البته تو اپات را چی گمان میکنی؟ با فکری تو این را در کجا پنهان کنیم؟ با یخدان مانیم چی؟ چرا این را فکر نکردم؟ آیا مادرم آنجا را نگاه نمی کند؟ از مادرم هم پنهان میکنیم. هی توی لگر بچه ها زینب پنهان میکنیم. ای خدا جان، شاید در جوان؟ نه در بالا. ها انا آنجا. زود باش. میلش زینب خوش آمدید مادر جان. خوش باشی دخترم. با یاد آوردید. فراموش نکرده بودیم. ای شیرین نکنی من. با پدرم نگوید میلش مادر جان. اگر خواهم هم نمیتوانم زیرا وی تو نصف شب به خانه نمی آید. ما الکی به وی زنگ زدیم. میبینم که همه چیز رو فکر کرده اید.
این رو پچونیدن لازم. мешавад. Шумо аввал халтаҳоятонро кушоед. модарҷон охир имрӯз рӯзи хонадоршавии шумо аст. хушфекуни ман, бе шумо ҳаёт ҳеҷ аст. ташаккур модарҷонам. бего инҳоро бипӯшем модарҷон. барои чӣ не? шоми фаромӯшнашаванда. имрӯз рӯзи охирон аст. ҳарифи аҳмақ ҳаёташро барбод дод. кани خوش کنی کسی نیست ها؟ ای خدا جانه نیمت بچه ها خوش آمدید پدرجان. این تیاری ها خوب بود. از سرکاری قریب که فراموش شده است. майлаш ҳеҷ гап не, муҳим ки бо мо ҳастӣ. 16 سال روزهای خوب بود. شینیم پدرجان، آخر گرسنه ماندیم. خدا را شکر که به ما این فرزندان خوشروی را داد. کنی بیاید بنشینیم. хабар додам. кай меояд? инро метавонӣ аз худаш пурсӣ. гап зан. پدرجان سبد نان را به من نمیدهید؟ نه سبد نان را. سبد را؟ آه مادرم با شما هدیه گرفته است. вақти бегоӣ ба хона баргаштанатро ба хотир биёрӣ гуфта маслиҳат кардем ки соат туфа кунем. вазъият чӣ хел аст? дар дохиланд. ҳама ҷо тинҷӣ. тайёр шавед. دستتان درد نبیند. بسیار خوب بود. худам танҳо напухтам, бачаҳо ёрӣ доданд. خورش را من تیار کردم پدرجان. پسرم اینها رو چنین عادت نکنن که من بعد این کار رو به تو میپرتایند. گپ دد رو گوش کن. مادرجان ما نه دسترخوان رو ما خودمون جمع میکنیم. не духтарам, имрӯз шумо ҳам монда шудед. مادرجان مانده نشدیم. نه خودمون. хайр майлаш. кош рӯзи хонадоршавиамон ҳар рӯз کاش هیچ نباشد اقلا گاه گاه به یاد می آوردم. духтарам онҳоро баред. боқи мондаашро якҷоя ҷамъ мекунем. то дадат ба сари мизи корияш гузаштан ҳамаашро ҷобаҷо мекунем. بله مادرجان. همش رو؟ روز خانه دارشوی آنهای
باز شیرینی دوست داشته تو را گرفتیم. خیر هیچ گپ نشده است کو؟ اپا جان این رو نپیچوندیم. و تو شیرینی را تیار کن، من کاغذ میارم. بلش. می رویم. با شما مشغول نشدنم رو میدانم. همین که دیگر مقاله در چنگک روزنامه نیست. چاپ شد، بعد کودکان را گرفته راحت به دمگیری می رویم. بسیار خوب. کی چاپ می شود؟ دوشنبه. اما من فردا سحر می سپارم. سپس این مشقت به آخر می رسد. ای خیرت با آخر رسید. می ترسیدم که با تو یگان کار نکنند. بیا بچم. چه شد خوشرو یکی من؟ همگی سه چنگک هست. باز یک توی دیگر لازم. با پادگو یک تا شوید. حالا بیرا. با فکرت کدامش نه؟ چه شد؟ خودش جگر. چه میخواهید؟ با این طرف زود باش. شما کیستید؟ آموش باش. مادر جان، دخترک. مادر جان. آرام شو. کیستید شما؟ چی میخواهید از ما؟ شما را کی فرستاد؟ توی تو رو چند دفعه آگاه کردی اما گوش نکردی. من وظیفه‌ام را اجرا میکنم. من هم وظیفه خود رو اجرا میکنم. باید در مقابل جمعیت مغلوب شدنت را میدانستی. خطا کردی. اگر اون خطا باشد از من است. با اولی من کاردار نشوید. آنها گناه ندارند، ماند روند. اکنون دیر شد عزیزم. حیوان! ناکس! پسرش کجاست؟ ندیدید؟ یا بدورا خانه را آتش زنید. اطاعت. چراغ را روشن کن. کسی نیست. گریخته است پلید. الان بینید برای 3 کس تیار کردن. و فکرم صغیره‌شان این بگاه در دیگر جای مانده است. راستیم نغمه نکن.
شدت به این طرف یاری ده نه وای روزمانی گروهان چیه وای خدای کشتن و فرزندش در اونجا نباشند وای خدا جون وای حیف میشوند بایسو اینجا بیایید ای پسر جان چرا تنهایی؟ هیچ کس نداری؟ کجا زندگی میکنی؟ وای پسر جان پسر از پسر بچه حالا هم یگون درک نیست؟ هنوز نه. با یگان خیش تبارش در تماس شدی؟ هنوز با کسی ارتباط نکردم. اگر دیشب در خانه یگان شناسش میمان به هر حال تا این دم با ما در تماس میشد. مگر یگان احتمال دیگری هست؟ انشاءالله در دست آنهایی که این کارا کردن نیست. روزنامه‌نگار اورهان جلیک چند وقت این جانب از پی جستجوی معلومات آید به یک جمعیت میباشد که ساختاری غیر قانونی است. آیا در حقیقت قربانی آنها شده است؟ وابسته به این یگان بیانات دادن حالا بر وقت است. جنازه اورهان نمت و زینب جلیک فردا بعد پیشین برگزار شده آنها در مزار کوزگونچوک به خاک سپرده میشوند. در این باره خبر داده شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اله آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا اخوان ولا خسران الا علی ظالمین وعفانا یا کریم وعفانا یا رحیم
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الشافعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداوند کریم بیامرزدش. برادران اگر حقی داشته باشید ببخشیدش. ببخشید. از جانب کسی تهدید شدنش را نگفته بود؟ کسی را نامبر نکرد، اما با جمعیت پیوست بودن آدمان را میگفت. برادران در ادارهش یگان چیز نیافتند؟ یا خدایا. تو ایله مرا کشتی، من تو رو میکشم. پیشت رو نگاه کن، قری میمردی. تو اینجا چیکار میکنی؟ مگر اینجا جای بازی است؟ چی حال داری شیر بچه؟ نام من شوکت. نام تو چیست؟ احتمال به از کودکانی در مزار صدقه جمع کردگی باشد. با افتش نگرید. تو در کجا زندگی میکنی؟ خانه‌تان در همین نزدیکی هست؟ بیا پسرم، با چنین احوال تو را اینجا نمیپرتاییم. حالا هم سری حمله آشکار نشده است. گروه جستجوی جنایتکاران با سرداری شوکت یگید در دوام روز به روزنامه‌نگاران بیانات دادند. بیانات میدهم، اما نمیدانم چی گویم. خوش، تو را گوش میکنم. کیستی؟ پدر و مادرت کیست؟ خانه‌تان در کجا؟ کنه فهمان؟ گپ زن پسرم، والدانت کجایند؟ والدانم نیست. چه خیل نیستند؟ چی مگر فوتیدند؟ به همین نزدیکی ها؟ بگو بچه جان، تو یگان خویش و تبار داری؟ یا خدا اقلا بگو که نام پدرت یا مادرت چیست؟ اجازت؟ صورت هنگامی به مکتب ابتدایی رفتن بهادر چلیک. این 5 سال پیش گرفته شده است. البته رنگش خیره است. زیاد کرده پنگ کنید.
ҳам воқеан ин писарбачаро як тағояш дар олмон будааст. Каме баъдтар бо телефон пайваст мекунанд. бисёр хуб. ҳа, ҷунайд. суратҳои моҳи охир кушташудагонро тайёр кунед. ин писарбача волидонам фавтидан мегӯяд. агар рост бошад, танҳо бо ҳамин роҳ ёфтан мумкин аст. хуб шудааст. آفرین شیر بچه. از خاموشی مراد حاصل نمی شود. اقلا نامت را می گفتی؟ نامم طارق. آها، اینش خوب. نسبت چیست؟ من دیگر چیزی رو به خاطر ندارم. بچه جان، من میدانم که مصیبت سختی را اثر گذرانیده. برای به تو یاری رسانیدن باید تو هم به ما یاری رسانی. خوب جانم. گوش میکنم. برادر نیمه چلیک حمدی در خط علاقه است. پایبست کنید. الو. آقای حمدی، اولا صبر جمیل. البته حادثه را شنیده اید. شنیدم. سلامت باشید. آقای حمدی، با اپاتون و آیله او بار آخر کی واخوردید؟ 6-7 سال شد به هر حال. 6-7 سال. ها، کارهایی از نیم و معلوم. با کارهای لنگدار دست زد. به هر حال خطرناک. یک چند بار با اپام هم گپ زدم. دیدم یزدان می کارها رو نمیپرتوید. ما هم کم ارتباطمون رو بریدیم. بفهمم. برادر از شما باز یگان شخصی نزدیک این عائله هست؟ میدونید اصلا یزدان فرزند یگانه بود. پدر و مادرش هم وفات کردگی. در عائله ما باشد من و اپام بودیم. بعضی خویشتباران دور و نزدیک از سبب کارهای یزدانمون رفت و اومد. خیز رفتیم. خب احتمال زنده بودنی بهادر نام جنتان هست. بهادر او را چه خیلی یابیم؟ یگان عکسش را ندارید؟ نه متاسفانه نیست. اما او پیدا شود من به سرپرستی میگیرم به خاطر اپام. بسیار خوب آقا. باز تماس میگیریم. معذرت که شما را ناراحت کردیم. نه استغفرالله کمیسر. خوش باشید. خدا حافظ. تقا بوده است خاله بیغم. از عائله‌تان کسی رو شناختی گپ زن. چی شد؟ یگون چیز پیدا کردید؟ الحال نه. آیا اینها را میشناسید شیر بچه؟ یگان کس را شناخته؟ خیر شد جانم. تو کمی اینجا انتظار شو. خب؟ معلوم که کودک یگان حالت ناخوش را از سر گذرانیده است. او را به دکتر نشان دهید و بعد بیاناتش را گرفته حجت ترتیب دهید. اگر عائله‌اش پیدا نشود او را در یگان خانه بچگان جای میکنیم. اگر خود شما را دیگر زحمت نمیدیم به یگان برادر مسئول وابسته میکنیم. نه جنید، به این کودک دلم بسیار گرم شده است. به دیگر کس حواله کردن نمیخواهم. نه با وی خودم مشغول میشم.
از روی گفتش کسی ندارد. ما باز جستجو میکنیم تا یگان خشتش را نیابیم و یگان چیز انق نکنیم کار را خاتمه نمیدهیم. یا شاید از خانه بچگان گریخته است. خدایا یگان دردی وزنین دارد؟ نمیدانم، اما معلوم است حادثه وزنین را اثر گذرانیده است. در حالت شاک قرار دارد. دکتر فرمود که زیر نظارت باشد. شما تشویش نکشید. ما در اینجا طریق رو خوب نگاه و بین میکنیم. سلامت باشید. خیر شیر بچه، حاضر تو اینجا میمانی. رفیقان خوب پیدا میکنی. در اینجا بهترین مربیان هستند. اما البته اگر درباره عائله چیزی به یاد آوردی در حال خبر میدهی. در حال تو را نزد آنها میبریم. خب فهمیدی؟ از شناسایی با تو خیلی شادم. من هم. اکنون ما باید رویم، اما زود به عیادتت می آییم انشاءالله. قول می دهید؟ البته قول می دهم. برای به قید گرفتن نسبش لازم، اما فامیلی ما رو می توانید نویسید. یگیت. طارق یگیت نامش برید. سامه، ماهیر، بابای معلمه جان، برای شما یک جور آوردم. باز یک نفر رفیق زیاد شد. نامش طارق. همچون آدمی خودی قبول کنید. خوب؟ مالش معلمه. بسیار خوب. اکنون بازی کنید. خوش آمدی. خوش باشه. ماهیر تو با هر کس گفت نمیزدی کو؟ با ما تو بازی میکنی؟ پدرت مرده است یا مادرت؟ هر دویشان. از من هم. خدا رحمت کنه. 4 سال شد عادت کردم. اما من عادت نمیکنم. چی گپ؟ جنابم تمام جایها را دیدیم. خانه بچه ها، بیمارخانه ها، شعبه کارهای داخلی. در یگان جا با نام بهادر چلیک دوچار نآمدیم. ماند رود بلا با پسش. خوب شده است جناب. راحت شاد با چلیکی عزیز. گلک چه جمع میکنی؟ همش رو در یک جا میخواهم جمع کنم. بلکه آنها جدا جدا بودن رو میخواهند. هیچ کس از عائله خود جدا بودن رو نمیخواهد. راست کسی این را نمیخواهد. خوش آمدید آقای احسان. خوش باشد مدیر خانم. صبری جمیل، در روزنامه خواندم. بسیار غمگین شدم. خدا رحمتشون کند. خدا از شما راضی باشد. یکان شخصی نزدیکتون رو گم کرده؟ پسرم رو ماه گذشته وفات کرد. خدا رحمت کنه.
سال گذشته او را آوردن. اویلشان را یاد ندارد. وفات کردن. دلم با وی می سوزد. برای کنجکاوی معذرت. شما بسیار با دقت به طارق توجه کردید. یا شاید او را به فرزندی میگیرید آقای احسان؟ من جای پدری وی را نمیگیرم. وی هم جای پسری مرا. اما برای او هر چیزی از دستم آید میکنم. تشکر. از این روز اعتبارا تمام مصرف های طارق، احتیاجاتش، تعلیماتش را به ذمه میگیرم. سلامت باشد. خدا مددگار شما. تو چرا گریه میکنی؟ مگر تو رو یگان کس رنجاند؟ بگو. نه هیچ کس. میخوام با عیله خودم باشم. همش خوب میشود. طارق نزد تو آمدم. وای امک تو را دوست می‌دارد. اوه شیر بچه، خوش دیدین. شما هم خوش آمدید امک شوکت. خب شما را تنها میگذارم. سلامت باشید. تشکر به شما. چی خبر است شیر بچه؟ از روی شنیدم امروز بسیار کارهای خوب شده است ها؟ ها راست همین خیل شد امک. بسیار خوب، خرسند شدم. احسان سنتز بر این شخصیت به همه نصیب نمی شود. شما آمدنتون رو دوام میدهید همین طور نه؟ چی خیل من نمی آیم پسرم. البته می آیم. با امک احسان هم شناس می شویم. تو می توانی تشویش نکشی. تو به مقامهای بسیار مهم می رسی. با چنین امکانیت انشاءالله هر کی خواهی می شوی پسرم. من از حاضر کی شدنم را می دونم. همین طور؟ من پلیس می شوم. پلیس؟ سبب چیست؟ برای آدمانی بد رو از بین بردم. تو عقلت رو خوردی؟ با مکتب خاصه درو. چرا تو پلیس میشوی؟ چون که پلیس شدن میخواهم. فهمیدی؟ تو هم بابا یگان چیزگوی انیق مینهش رو خورده است. خودش میداند کی به او کردار است. راست چه خیلی که باشد یک روز جدا میشه. کسی چیزی خواهد همان میشود. چی شد؟ مجبوری نیست. چی مجبوری نیست؟ جدا شوی. شما همه توانید پلیس شوید. یعنی واقعا ممکن است ماهیر؟ نمیدونم شاید. هم جدا نمیشه هم کارمون خوب میشه. همین خیلی نه؟ پس وعده میدهیم. وعده میدهیم. اگر تو این را خواهی میشود. هر سه یکی از دیگری بهتر. با استادانشان صحبت کردم. اولین سه خط کننده همین هایند. بسیار راضی هستند، خصوصا از طارق. ماشاءالله، خداوند راهشان را گشاده کند.
جای تعییناتشان معلوم شد؟ بله معلوم شد. بعد نه میشود دوستان، از من هم بد نیست. از تو چی طور مهیر؟ کنی بینم. آرتیست. خوش آمدید. از کی شما اینجایی؟ خسته نباشید. خوش آمدید. سلام. با به هدف رسیدن پلیس نمیشوه. زحمت کشیدن لازم. میبخشید میتوانم بفهمم برای چی به انقره آمدید؟ برای شما را به استانبول بردن. خبرنگار تویی؟ خودت کیستی؟ رفاق. خوش آمدی. گپ رو دراز نمیکنیم. پول رو برار، فیته رو گیر. سراسیمه نشو، دقت رو جلب میکنیم. در درونش چیست؟ تماشا کنی میبینی. این طور باشد پول رو بعدی تماشا میدی. از حزب پر اقتدار صحبت یک وکیل خلق در داخلش چیزی بسیار نیست، اما کمتر که گذشت لحن سخنرانیش رو به طوری تهدیدآمیز تنظیم کردیم. اگر مردم فهمد که تنظیم شده است شرمنده میشه. تشویش نکش، کسی نمیفهمد. وکیل خلق خود از خود شبهه دارد. در دستت باز فیته های کی است؟ در این باره بعد گپ میزنیم، حالا وقتش نیست. بیا به این کار خاتمه بخشیم. تو ایران با کی میفروشی؟ با مطبوعات و یا با تلویزیون؟ با امنیت. تو چی کار میکنی؟ خیز از جایت، خیز. ایستا. زود باشه. ایستا. زود باشه. با تو میگم ایستا. ایستا. پلیس. داره دورو. زود. داره دورو. زودتر. داره دورو. ایستا پلیس. تا کجا میگونید یا؟ تو برای کی کار میکنی یا؟ کم در از کی میگیری این فیته ها را؟ آرام شو. لعنتی. خم شو احتیاط. یاری میخوایم زود باشه. نمالین کوریزم. نگوریزونه دوست کناری مالتپا حقیقی موتوردار سفید حمله با سلاح 2 نفرن آخر علاقه تمام مرده است. چیزی نیست، بیشکی آماده شده است. اصلا اونقدر آدمی عیار هم نبوده است. فروخ با تو رقم 1 کارت رو میدیم. 1 سنجده بین، من حاضر میایم.
به زیارتی مادرش رفت. لعنتی. خوش آمدن. خوش، چی گپ؟ همین آدم است؟ آها. نام اصلی است سمی دوزگین. سال گذشته از دانشگاه خارج کردن. از آن وقت تا این جانب کارت‌ها را استفاده نکرده است. معلوم نمو با او کی پول گذرونده است و او با کی؟ این را معلوم کردم کو. با کسی پول نگذرانده است. اما هر ماه به حساب وی مثل ایدروپولی 500 میلیون میگذاشته است. کی پول میگذراند؟ سوزان سایگینر فهمو سردار جمعیت درخت حیات با بانک در ارتباط شده این معلومات رو دیده میبروید. فهمو. آیا پیشتر از بالای این جمعیت تفتیشات سر نشده بود؟ مقدار ادرار پولی های داده شده با پول های تقسیم کرده راست نمیآید. قیدها نشان میدهند که از این هم زیادتر ادرار پولی داده شده است. نفهمیدم چی گپ است. یعنی به زیر دستهایشان پول میدهند اما نامهایشان در هیچ کجا نمیگذرد. شما را میپرسند. مرا پرسیدید چرا این کار را کردی؟ آخر من به تو گفته بودم که با آنها روبرو نشو. به این هم تو را تهدید کرده ایستادند. تو باشی باز روبرویشان میبرایی؟ اگر تو را میشناختند چی میشد؟ کمیسر، موضوع را من میدونم. نوبراری کار را نمیخواستم. جمعیت را افشا کردنت را میدانم، اما سبب این عداوت چیست؟ هیچ نمیفهمم. چشمانت دیگر چیز را نمیبیند. از چی چشمانت پرده گرفته است؟ برای وظیفه؟ با اولم التماس دست نرسد. برای همه عملهایم خودم جواب میدم. برای دیگران درس میشود. عذر میخواهم. هوشیار باش پسرم. تو را مثل فرزندم دوست میدارم، اما پالش شدن که خواسته و خواهشت علیه جنایت های متشکل کار کردن باشد، مجبوری گفته هایم را یک به یک اجرا کنی. میفهمی؟ فهمیدم. بسیار خوب، میتوانی روی. چرا با این خیل رفتار میکند نمیفهمم. تو را البته میابم. این جمعیتی خونین را نیست و نابود میکنم. حتما یافته انتقامم را میگیرم. جمعیت ما شما را با وظیفه سرداری سزاوار دانست. باید این را عرض کنم. در این وظیفه باید شما مسئولیت نشان دهید.
از آن سوء استفاده کرده تمام کارهای رسمی و نظامی را اجرا میکنید. میتوانم بفهمم که چگونه وظیفه است؟ موافق نقش شخصی که به شما این وظیفه را میسپارد یا به نفقه میرود یا به آن دنیا فرستاده میشود. این را هنگام اجرای وظیفه میفهمید، یعنی فردا. آماده امر اجرای وظیفه هم کی شروع کنم؟ در حال همین دم. رویخط آخری ایدروپولی این جمعیت را یافتم. نامی سمیدوزگین در آنجا نیست. заврақ иҷора будааст. иҷорагир Самид Узгун. шиносномааш сохта будааст. яъне пеш аз ба назди мо омадан шиносномаашро ба қотилон амонат мондааст. чаро рафта ин ҷамъиятро зиёрат намекунем? онҳо барвақт ҳама ҷоро тоза карданд. рафта дасти холӣ бармегардем. онҳо тозаву мо разил мешавем. фитаҳо, идрорпулии пинҳонӣ, одамкушӣ. ҷамъият худаш танҳо ин корҳоро чӣ тавр иҷро мекунад? кӣ гуфтааст ки танҳо амал мекунад? дарахти ҳаёт бо баъзеҳо якҷоя амал мекунад. онҳо ба корҳое машғуланд ки мамлакатро фалаҷ мегардонад. маълумотҳои қаблиро пеши назар биёр. эҳтимол нугаш то ҷамъиятҳои бузург рафта расад. تشکر. اجرای خوب. بسیار لحظه های حساس را میگذرانیم. هوای وزنین مملکت به نفوذ ما تهدید میکند. فقط تو یک قوای هستی که در بالای این میستی. تشکر سردارم. البته جمعیت همیشه پشتیبانت است. اکنون هم انگشترین هم مسئولیت از توست. алло, салом. аллакай ним соат дер карди, як хабар диҳам гуфтам. ҳа ҷонам, камбудиро ба назар нагир. камон, расида меоям. бисёр хуб, интизорам. марҳамат, гул бихаред. рӯз бахайр нилуфар. мехоҳӣ барои хушомад заданат гуноҳатро бубахшам? хато мекунӣ. намебахшам туро. албатта ба инаш ҳам ташаккур. чизе ки ту мегӯӣ ҳамеша ҳақ ҳастӣ. дар ҳамин рӯзи истироҳат ҳам маҷбур ҳастӣ ки бисёр кор кунӣ. ҳа рост, ҳамин хел аст. баъзан лозим. ту чӣ ҳол дорӣ? ба табири дигар туро дидам беҳтар шудам. дина бегоҳ дида будам. барои чӣ бошад ки боз ёд кардам. мебинем ки баъди хонадор шудан ҳам ҳамин хел ёд мекунӣ. хонадор ки шудем баъд мебинӣ. бо хонагиҳоятон гап задӣ, кай шинос мешавем. ман ба он кас гуфтаму, аммо падарам ҳеҷ вақти холӣ пайдо намекунанд. модарам ҳам барои диданат бисёр талош доранд, аммо ҳеҷ намешавад. ин тавр бошад як рӯз ҳимоян кунанд мо равем. агар ҳамин тавр давом кардан гирад, ман ҳам аз аминаш метарсам. ту кори зарур дорам гуфта аз никоҳ мегурезӣ. гапро ба дигар тараф набар. ту дигару кор дигар. аммо баъди хонадоршавӣ харҷаш як тараф мешавад. ё ин ки оилаатон ба полис буданам зид ҳастанд. не, албатта не.
فقط من همیشه تو رو فکر میکنم. با این سخنها نمیخوام تو رو خفه کنم، لیکن با تو یکون چیز میشود گفته بسیار میترسم. واقعا تو حق هستی، اما چی کار کنم؟ من کارم رو دوست میدارم. البته دوست میداری، من تو رو میفهمم. شاید قهرمان شدن میخواهی؟ کنی خیسیم به خونه همه که احسان میرویم. اطاعت رفیق کمیسر. به خواستگاری تو با آنها میآیم. از این رو بادی قد باش. ای بیامان، من به این هم در هیجانم. هم مشغول میشه. ها گفتگی برای نیلوفر، خالای مزین بیمار است. تو نمیدانستگی بر این رفتار کن مایلش. ای خدا شفا دهد، یگون چیزی جدی است. طارق بیماری سرطانی معده، اما کسی نمیدونه. یا سومن، یعنی دخترش هم حتی نمیدونه. وای در بیتلیس نیست؟ او چی خیلی پنهان میکنند؟ ما همگی 6 ماه پیش بیماریش رو فهمیدیم، اما وقتای آخر خودش معلوم شده ایستاده است. یا سومن باشد 2 ماه باز نآمده است. ای خیلی زیق شدم. برای همین هم من حاضر گفتم، چون که رنج و مشقت زنها تیز معلوم می شود. من هرگاهی می بینم بسیار ناراحت می شود. چرا این خیلی نگاه میکنی؟ چقدر دوراندیش هستی. تو رو دوست میدارم. در همین جاست. بله زیباست؟ خیلی زیباست، همون خیلی که آرزو میکردم. بیهوده عوض نکن، با معاش من صاحب چنین خانه نمیشوی. تو در خانه باش، دیگرش مهم نیست. حاضر تشویش نکش، تو زیبایی. خوش آمده. خوش باشه ترکناپا. شناس کنم نیلوفر ترکناپا. خیلی شدم. من هم. کنی مرحمت. خیر خوب هستی طارق؟ خوب هستم اپا، شما چی خیر؟ خدا را شکر، هزار شکر. مرحمت گذارید. آهسته آفرین. بیایند. خوش آمده. اما که احسان خوب هستی؟ خوش آمده دخترم. خوش باشید. سلام دخترم. ایستو دخترم. من اونقدر پیر نیستم. مرحمت کنید. از این سو. تشکر. نصیبی دیدارم این روز بوده است. بله، طارق درباره شما بسیار نقل کرده بود. درباره تو هم. شنیدم که ختم کننده دانشگاه هستیم. بله، همین تابستان ختم کردم. حالا در یک شرکت تجربه می آموزم. دانشم رو صیقل می دهم. ماشاءالله، خداوند موفق گرداند. دیدی جانکم، طارق خردکه کلان شده است و کلین می آورد. اما که احسان یک چیز نگفتم. تنها با یاسومن شناس نشده موندم من. راست. وای هم که می داند حالا در کجاست. دیه به دیه می گردد برای این گذرانی. یاسومن روانشناس نیست؟ در اونجا دکتران بعضا نمیرسند. از همین سبب یاسومن به آنها یاری میرساند. خدا نگهبانش باشد. آمین. چقدر فداکاری. من می بودم این کارو کردن نمی توانستم. کنی یک تلفن کنیم. اگر تلفنش در یکون جای موج رست باشد گپ میزنیم. بسیار خوب میشود. خدا خواهد شفا می‌آورد. تشکر زیاد. زنگ تلفن. من حاضر. هر چی که از دست من اومد میکنم. دخترم چخیر هستی؟ پدر جان، مادرم نغز است؟ خوب است. کت خدایی دارد. خدا چخیر هستی دکتر خانم؟ پدر جان چخیر دکتر. از برای خدا قبل شما این خیل نکنید.
میلش گفته ای تو. استا اینجا یک از با تو گپ زدن میخواد. خدایا کی بود است وای؟ طارق استا میدیم. الو عثمان. سلام طارق، چی حال داری؟ خوب هستم، تو چی خیل؟ یگان شکایت ندارم، خوبم. خیلی باز ندیدیم، کم نمو شدی؟ تو هم. ها وای کارهایت چی خیل؟ همون طوری که میدونی، داو داریم، آمدی صحبت میکنیم. انشالله. وقتت رو نگیرم شاید کار داری، با خالم زنگ هم میزنی؟ نه بدتر زنگ میزنم، حالا وقتم کم است. خیر میلش، تا باز دیدی عثمان. تا باز دید طارق، خوش باش. سلام گفت، بعد زنگ میزد است. الهو سلامت باشد. هر شب زنگ میزند. اما که طایر چی خیل یگان خبر است؟ گویا که خوب است. در غریبی چه خیلی خوب می شود. تست نامه می نویسیم. اما که طایر معلم تاریخ، اما در آسیای میانه، در اونجا دولت ما یک مکتب شده است. در آسیای میانه؟ نفهمیدم. آقای طایر در این زمان نویسنده هم هست. کتابهایش از چاپ برآمد. چرا در خارج کشور؟ معلوم می شود که کارش به کسی پسند نآمد. هیچ گناهش را نیافته او را به کشور دور فرستادند. البته می توانند معلمی را پرتویند اما نمی پرتویند. آیا ممکن است آقای طایر از طلبگانش جدا شود؟ سردارم. بفرمایید سوزان. اولا تبریک میکنم جنابم. تشکر عزیزم. جنابم، در حقی وکیل ملت استانبول یک فتنه تیار کرده امان را به یک کس میدادیم. برادران خبرنگار بودنش را گمان میکردند. بعد چی؟ آن کس پلیس بوده است. تاریخ گفتنی یک کس 3 سال باز یاردمچی یک کمیسری با جمعیت سر و کار میبردگی. یاردمچی کمیسر؟ بله. برادری او دستگیر کرده با او صحبت نکرده از میان برداشته شد. تنها در وقت دانشجویی از ما یاردم پولی میگرفت. آنها این را فهمیده از بانک بیانات خواستند. چرا این گونه آدم را با راه رسمی پول دادید؟ دیگرانش هم یگان قید رسمی ندارد. با او هم از حساب شخصی من پول میگذرانیدیم. اصلا در این خیل کارها استفاده کردنمان را فکر نمی کردیم. چرا تا حال پیش راه طارق گرفته نشده است؟ چرا او را نکشتید؟ چرا این کار را موقوف گذاشتید؟ سبب موقوف گذاشتنمان راهش را کافته ایستاده ایم. کارها دوام دارند. برای کشتن سرداری پیش از شما بوده با ما سپارش داده بود. چیزهایی در دست او بوده را فهمیم. اما هر کسی که با ما سر و کار گیرد پشیمان می شود. شما حجت های نالازم را نیست کردید؟ نیست کردیم. حالا شرکت تازه است. خیلی خوب. طارق یگید، از سوزان معلومات لازمه را گیر. به خانه اش رو. یگان چیزی در کاری یافتی گرفته بیار. بچهش وقتی رفتن شد. برای مهربانیتون تشکر. استغفرالله دخترم، چی کردیم؟ خیر پسرم. خیر سلامت باشید. اگر خواهی من جوانان را تا ماشین گسیل میکنم. بیاید. خداوند نگهبانتان باشد. سلامتی خالای مزین چی خیل؟ با فکرم خوب می نمایند. انشالله همه خیر است. با بیمارخانه رفته می آیم. عاقبت چی می شود نمیدونیم. یگان چیز لازم شود خبر دهید.
البته شیر بچه، ما دیگر کم داریم. مرحمت. سلامت باشی. شما هم سلامت باشید. جانم کلینچ خیل باید گر موافقند امی تونی؟ دختری من موافق تر بود. مادر جان، پدر جان، اپا جان، من آمدم بهادر شما رو یاد کردم. بعضا میخواهم فریاد کنم در اینجا اویله من خوب است. من بهادر چلیکم اما خودداری میکنم. همیشه پنهان میکنم تا یافتن آن قاتل خائن. من نزدیکی خانه دار میشوم. بسیار میخواستم که در برم باشه. لبای سمی من با پیش مهیر میروم. گفتنیم که تو هم بیا. مایلش اندک پس میایم. مایلش خوش باش. مرا در این دنیا تنها گذاشته. ягон чиз маълум шуд? ҳанӯз не. баъди ту сардор маро ҳамравон кард. андак пас ба рӯзноманигорон баёнот медиҳад. куштори имрӯзаро бо моҳир гуфтӣ? мефаҳмонам гуфтам, аммо фурсат нашуд. тамом ҳуш ёдатон ба кор. вақти ин гапҳо нест. рост мегӯӣ. дӯстам, шиносоӣ чӣ хел гузашт? хуб шуд. музайян хола ба нилуфар бисёр аҳамият дод. ба ҳар ҳол хурсанд шуд. чаро ёсман не нилуфар? саволи хуб, чаро ман напурсидам? гӯш кун, вай ман ёсуман духтари амаки эҳсон аст. вай бароям чун падар аст. дар ин бора фикр накардам. аҷабо. тамом, ба ин масъала нуқта мегузорем. инҷоро ҷои мувофиқ гуфта меоимӣ, рафтори шуморо бин. баъди хонадоршавӣ инҷоро фаромӯш накун. не бародар, нилуфар ин тавр нест. шиносиёӣ ба ту ҳам писанд меояд. дӯстам, асосан хато дар туст. янгаро танҳо ӯ намешиносад. чӣ донам, одами ҷиддӣ бо касе вон намехӯрад. майлаше, фардо вақт дорӣ? марҳамат. ташаккури зиёд.
الو چه حال داری؟ نمیدونم، من اونقدر خوب نیستم. البته همون مسئله. او با ایله چینوز شوم میگوید اما من باشم خیلی در خواطرم، میفهمی؟ خوب، اما واقعا خیلی دروز کشید. تو یک حسیات تاریخ را فکر کن و دیگر این خیلی نمی شود. فکر میکنم تو باید به میان درویی. آخرین کاری نمی شده نیست. چه خیلی من با پدرم گپ میزنم. خوب مایلش نشود، فقط با تو شناس میکنم. مایلش میبینیم. تا بازدید. مادر جان، قریب بود که تلفن رو میموندم. شما خوبید؟ خوش رویکم. خوبم، سلامت باش. تو خودت چطوری؟ خوبم مادر جان، تنها شما رو یاد کردم، اما با فکرم شما مرا اونقدر یاد نکردید. چرا این طور میگویی دخترکم؟ اومدنی بودید، چرا ناومدید مادر جان؟ پدرت رو تنها نمیگذارم، کارهایش بسیار. انشالله به نزدیکی تمام میکند. بعد تو نخواهی هم میویم. کاش همین خیل شود. طارق چی کار میکرده است؟ با وی اونقدر گپ هم نزدم. مادر جان، مادر. خوب است دخترم، خوب. سرکار است، همیشه در تشویش کار و بار. نغز مایلش به پدرم سلام گوید. به پدرم گوید اگر خودشون نآیند اقلا شما رو از راه نگردونند. میگویم دخترم، میگویم. تشویش نکش. خیر، در پناه خدا باش. سلامت باشید. به نیلوفر گفتی؟ حالا وقتش نیست. از صحبتهایش گویا چیزی را پی برده است، ولی انیق نمیدانیم در سرش چه فکر و خیال است. نمیدونم مردک، نمیدونم. بچه‌ها برآمد. آقای شوکت یک سوال. فقط یک سوال. آقای شوکت. خواهش می‌کنم از آقای شوکت. سلاح چگونه تامین کرده می شود؟ مرحمت کرده می گفتید. دوباره به همکاران محروم چیزی گفته نیستید؟ درباره تشکیلات چی گفته می توانید؟ دوستانم، تیری از بدن سمی دزگون یافت شده دلیل آن است که جنایتکاران مثل جنایت‌های پیشینه خود از یک سلاح استفاده بردند. همه این جنایت‌ها را یک آدم صادر کرده است. شما به این چی فکر دارید؟ در کشور فروش سلاح من است. آنها چگونه پیدا کردند؟ متاسفانه دلار بسیار داشته باشید از بعضی کشورها به ملال خریده می توانید. اگر بسیار خرید ارزان هم می کنند. بی‌عدالتی تا کی دوام میکند؟ و داخل کشور چه خدمت دارند؟ این گونه حادثه ها جمعیت ما را در نزد مردم با آبروی میگرداند. امیدوارم به جمعیت یگان ضرر نخواهد رسید. ما چیزهای لازمه را برداشتیم، از این جهت خوف نداریم. تنها آن پلیس چیزی را میداند. گفتگی بریم، در کجایی که نباشد 3 سال باز با ما مشغول است. چی در دارد؟ شاید و یگان دردی بی‌دوا دارد. نه جنابم، به هر حال بعد پلیس شدنش میخواهم یگان کار کنم پی میبرد. در دستش چی هست؟ در کجا پنهان میکند نمیدونیم، اما پیوستگی ها را نقص میخواند. بسیار به تنگ آمدیم، اما خانه‌اش تازه است، هیچ چیز پیدا نشد. و یادم کیست؟ چی میخواهد؟ بازی دارد؟ نمیفهمم. معلوماتی الحال در دست داشتهاش ما را ناراحت میکند. در دستمون یک معلومات نامه هست. فردا با دقت میبینیم.
фардо ба ин полис як изҳороти таъсирбахш фиристонед. хоҳарон, бародарон, ин корҳо албатта дақиқназариро тақозо дорад, аммо дар миён ба ҷуз номҳои қалбаки дигар ягон чизе набуда. хеле баҳснок аст. чаро шумо маҳз ба ин савол ҷавоб додани маро хоҳиш доред? дар куҷои намедонам, аммо аз 11 солагиам ҳамеша дар пеши назарам ҳастӣ. ҳама чиз он бегоҳ сар шуд, балки дар он бегоҳи шум. ба ҷиноятҳои пештара ягон алоқамандӣ дорад. ғайр аз силоҳ бо заврақи иҷора. шиносномаи истифодашударо нигоҳ кунӣ, агар аз ҷониби каси мақтулро мешинохтагӣ истифода шудааст. аз рӯи ҳодисаҳои пештара маълум мешавад ки ин ҷиноят ба ҷамъият ягон алоқамандие дорад. намедонам, вазъият инро нишон медиҳад. майлаш, ман то бойгонӣ рафта инҳоро гузошта якчанд маълумотномаро мебинам. боз дер накунӣ. хӯроки нисфирӯзиро бо оилаи мо мехӯрем. медонам, ташвиш накаш. پنجم سپتامبر روز تولدت مبارک. نفهمیدم. صورت اپام نیست؟ معلوم می شود که دمهایشان را زیر کرده ایم. جدی بودنشان معلوم، وگرنه به خانه نمی در آمدند. آنقدر بی عقل هم نیستند. آخر چرا حاضر؟ 3 سال گذشت. نمیدانم. یا بازی را بردی یا یگان کسی نو آمده باخت خود را احساس کرده است. از این پس بسیار هوشیار بودنت لازم. تو این حادثه را میدانی؟ کم و بیش در سالهای 90 شده است. برای آنکه حقیقت کار جمعیت را جستجو میکرد. حادثه عجیبه. آنها یک پسر 11 ساله داشتند. هیچ نیافتیم. و آن قاتلان را هم. از این حادثه مدتی دراز گذشته است. کسی از پی جستجوی معلومات نشده است. اقلاً به طور رسمی. راست. گفتگیت بر این شد. حالا چرا این حادثه تو را با تشویش آورده است؟ این حادثه مهم و تأثیر بخش است. در اینجا اسرار نهان است. اگر سری کلابه را یابیم ما را به جایها عجیب میبرد. مادام که از عائله 3 کس مرده است، چرا زینب چلیک اینجا نیست؟ یا اینکه شاید فراموش شده است. سردارم، چی شد با شما؟ سه سال باز در بالای این جمعیت مشغول هستی. شاید که چیزهای مهمی را دانسته ای. چی را دانستم؟ بگاه با تو به یک جا می رویم. اما با کسی چیزی نگویی. فهمو؟ مایلش فهمو. تلفنت را خاموش نکن. زنگ مرا منتظر باش.
بگو. آنها به سیر و گشت میبرایند. فهمو. فرصت یافتی تو هم برو. سرداری پاسبانان ملی و کمیسیون استراتژی را از بین میبرید جنابم. شخصی در وظیفه بوده همین است. بله، حالا در استانبول است. این بیگا او را نیست کردن لازم. باید کسی پی نبرد. تشکر. سوزان خانم، یک چیپته لازم. چرا صورتی اپهم نبود؟ سردارم مرا کجا میبرد؟ دوی میخوام از طریق پرسیم که چرا تو از امنیت جدا شده، لیکن فراموش میکنم. همین طور لازم بود. دلش کمی کسل بوده است، اما چرا پیشتر معاینه نکردند؟ خواهی وظیفه را قبول کن، نخواهی جدا شو گفتند. آدمی ما بود جدا شد. برادر رو بسیار خواهش کردیم اما نخواست وظیفه را قبول کند. بعد رفت دکان کتاب فروشی شد. گوش میکنم. باید رو به زمین آیستمون حریف. باید رو میشکنم. خیر اشتیایی تو کیستی؟ تاریخ چی واقعه؟ هیچ گپ نه. میخیزی. چی واقعه شد؟ کی تلفن کرد؟ یک برادر علاقه قطع شد. یک بار رنگی روی دیگر شد. مانین گپ رو میخیزیم بچه ها. تاریخ در همین جا جدا میشویم. در همین نزدیکی ها کار دارم، میخوام پیاده روم. بگو و میخوریم. این دفعه من میبرم. احتیاط. خم شو نیلوفر. نیلوفر خوب هستی؟ خوبم تاریخ. تو واهمه کردی و چرا خودت به زمین خواب نکردی؟ به سویمانه به هوا تیر شدند. رقمش رو گرفتم، تفتیش میکنیم. چی شد با تو؟ پا خیر است؟ امروز با پای راست خسته بودیم. گفته‌تان را اجرا کردم جنابم. میتوانید برگردید. خوب شده است. ریزا گنجال در حق بعضی برادرانم عقیده های ناجا گفته بود. بیراکرتی با اعتبار. با فکرم مرگش فاجعه‌ناک می شود. شما با برادران در ارتباط باشید. ماهیر آن طرفش را فکر نکنید. او را همیشه تحت نظارت قرار دهید. در پهلویش یک کارگرمان هست. او را استفاده بریم، اما هنوز موفق نشده ایم. در باره‌اش معلومات جمع کردید؟ درباره اویلش چیزی معلوم نیست. در 11 سالگیش او را از کوچه یافته به خانه بچگان دادند. کسی ندارد، حتی یک خیش هم. رقم رو یافتم. در نام ولی قش شده است. اما سال گذشته دزدیدند. یعنی ماشین دزدیده شده است. اگر کد تا اینجا رسیده باشد از این پس با دقت‌تر بودن لازم. راست؟ گپت تمام؟ به هوا آتش کشیده بودند. اما قریب مونده بود که نیلوفر زیر ماشین ماند. تو حقی. اگر ماهر نمی بود نیلوفر هم نمیشد. یعنی معلوم میشد که ینگا رو شما نجات دادید. تو به هفتی ماهر نگاه نکن. وای بسیار آدم سالم است.
با یک برادرم چیپته گرفتن لازم. این بگاه با عیادت مادرش می رود. رسمش را گیر. بسیار اهمیت نده، ناخوش می شود. به طور عادی گسیل. گوش میکنم. بعد از 1 ساعت به بیمارخانه کسلی های روحی گرینکوی بیا. همانجا وا میخوریم. خوب شده است. وا میخوریم. به فکرم که کار درست میکنم. خوش آمدید آقای ریزا. خوش باشید. تشکر. فردا سحر میروم. شد فهمیدن جناب. شب بخیر. آقای ریزا، لیفت ها ویران شدند. تعمیر رفته ایستاده است. اگر خواهید کمی منتظر شوید. با وجود آنکه بلند است آهسته آهسته میروم. فهمم جناب. چه گپ است؟ تو کیستی؟ مهمان خانه شفق 113 فورا یاری میخواه. آقا تکرار کنید. آقا با وجود کوشش‌های زیاد و مداخله ریزا گنجال، خاندار پدری 3 فرزند با کسلی سکته دل این دنیا را پدرود بود. سرداری پاسبان ملی و کمیسیون استراتژی گنجال ماهی گذشته بیمار بودنش را بیان کرده از وظیفه استعفا خواست و خبر داده شد که در جایش یک نامزد تعیین شده است. صورت اپام نیست گفتم. در تعجب بود. چرا؟ بسیار متشکرم. شب خیر. خداحافظ. در آمده ایستید. سردارم چرا اینجا آمدید؟ برای دعوای سال 90. دعوای اورهان چلیک؟ طارق، کلید سیری آن حادثه در بیمارخانه است. نفهمیدم. در این بیمارخانه؟ خوب، اینجا چی میتواند باشد؟ در این میان بجز کودکی گم شده چیزی نیست. باز یک کسی دیگر هم هست. کسی دیگر هم هست؟ زینب چلیک، اپای کودکی گم شده. هنگام آن حادثه به حالت شاک افتیده است. آن حالت به معنی سر و عصب‌های ضرر جدی رسانیده است. 14 سال باز نگاه دارم. اما اپام زنده است.
چی؟ اپم زنده است. وای اپای من است. چی؟ زینب چلیک اپای من است. وای اپای من است. طارق من بهادر چلیک. اپای من زنده است. اپم کجاست؟ در کدام حجره؟ التماس گپ زن. التماس بگو در کجاست؟ 347. هنگام آن حادثه به حالت شاک افتاده است. آن حالت به معاینه سر و عصب‌هایش ضرر جدی رسانیده است. سردیه دور شوید. من پلیسم. کجاست؟ 347 حجره کجاست؟ اپا جان، این منم بهادر برادرت. اپا 14 سال هر روز هر شب برگریستم. امروز 5 سپتامبر روزی تولدت مبارک. قسمت فیلم در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان ناظم ملی، محرر برهان‌الدین کریمزاد، کارگردانی آواز و تنظیمگران فرهاد غفوری، روشن محمود، ترجمان طاهر تقای مراد، راهبر گروه ایجادی سراج‌الدین عبدالخالق. به نقش‌ها آواز دادند عبدالمومن شریفی، عاتق قادر، ملاحت عبدالله، ماهپیکر یار، اهل‌دین قل، مولانه نجم الدین، سعادت عزیز، منیژه ناظم، نیسای محمد جان، دولت عبیدالله، شهرت رحمت الله، سهراب جنجال، شیراز خلیل، خوشنود ددجان، بنیاد کامل، شاه بزرگ کمال الدین و دیگران.